دلار 1000 میخواید یا نه؟ در دکترین سیاست خارجی ایران فلسطین جایگاه مرکزی داره. فلسطینی که یه روزی به اصطلاح با کنفرانس اسلامی می‌خواستن مشکلش حل کنن، با مذاکره، یه روزی با گروه‌های چریکی چپگرایی که برن هواپیما ربایی کنن و کار تروریستی کنن می‌خواستن فلسطین رو نجات بدن، رسیده به جایی که مثل یک ارتش می‌جنگن. انگار دو تا کشور دو تا ارتش دارن، کاملا با هم می‌جنگن، موشک شلیک می‌کنن، اون بمبارون می‌کنه. خیلی قشنگ، خیلی منطقی. جناب ابوذر میره اونجا، تخم تشیع رو تو اونجا میکاره، 1400 سال بعد میشه حزب الله لبنان. دور تا دورشون مسیحی و سنیه، اون وسط یه تعداد شیعه و همون شیعیان بیخ گوش اسرائیل قرار میگیرن و شیشه عمر این صهیونیستا که رژیم صهیونیستی دم دست اینا و از روزی که حمله میکردن جنوب اسرائیل، جنوب لبنان میگرفتن، تهدید میکردن، کار به یه جا رسیده که یکی از افراد حزب الله شهید شده. سریع اسرائیل به اینا میگم که به خدا کار ما نبوده. اونجا که میمد تا جنوب بیروت رو میگیره، به اینجا رسیده که به خدا کار ما نبوده، ما غلط بکنیم از این کارو بکنیم. ولو انجام داده بشه جرأت نمیکنه گردن بگیره. مثل نیروهای انصارالله یمن، یه گروهی که الان کاملا مثل یک ارتش داره عمل میکنه. متوجهی؟ یه طرف این کار خدا شیعیان 4 امامی رو 1000 سال پیش برسیده اونجا. همین تنگ دست ایناست. یه کشتن بخواد رد بشه میزنن. دیدید حالا کشتی نظامی عربستان که مال آمریکاست چجوری خوشگل میزنن با تمام تجهیزاتی که داره؟ کشتی تجاری که اصلا یه هلو بپر تو گلوه. 4 تا کشتی تجاری اونجا بزن را بند میاد. برید حالا از اونور دنیا هر کار خود بکنید. بعد تشتک نوشابه میشه که داداش بیا جره ثقیل برداره ببره که. اون سوراخ شد به گل نشست 5 سال طول میکشه من تیکه تیکه کنن، همه واسه نگاه کنن همکاری کنن ها. تیکه تیکه کنن بردارن ببرن. این شاهکار جمهوری اسلامی بود که تونست ملت‌ها رو به جایی برسونه که خودشون باور کنن که میتونن مبتنی بر اسلام از موضع خودشون دفاع کنن. حالا چه هشت شعبی در عراق، چه انصارالله در یمن، چه جهاد اسلامی و حماس در فلسطین. الان تمام رهبرای حماس اعلام میکنن که از فشنگ بله تا موشک تا راکت همه از ایران گرفتیم. تازه ما واقعا نتونستیم به روسیه درست حسابی کنیم. ما به حزب الله لبنان درست حسابی کمک کردیم. تمامه. یعنی الان اینکه نمیزننه نه تو نیستی، اونه. اون بچه‌ای که اونجا پابرنه داره میده با یک کلاشینکوف. دیدید این یمنی‌ها رو؟ پابرنه یه لباس هم مثل دامن همینجوری دشتاشه رو دادن بالا، کلاشینکوف داره میره. خیلی عجیبه. همه اینا که گفته بودن ایران به جای اینکه اجازه بده خودش نابود بشه، بلند شد امکانات رو داد به اینا. اینها تونستن تهدید رو از ایران دور کنن. الان 85 میلیون ایرانی در آرامش و امنیت زندگی میکنن. اگر در ناامن‌ترین نقطه کره زمین انسان ایرانی داره راحت زندگی میکنه، بابت اینه که ایران هوشمندانه جنگ رو دور کرده از گیتی خودش. اینا تا موقعی که ما یمن داریم، محور مقاومت یمن داره، حزب الله داره، هشت شعبی داره، اینا رو داره، تا موقعی هم قدرت نظامی داریم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینا توان جنگیدن ندارن. پشت سرمو نگاه کنید، آثار همین جنگ روی خونه های ماست. در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس مسئله فلسطین یک اصل اساسیه. ما اگه در لبنان نجنگیم در تهران و کرمانشاه باید بجنگیم. اراده الهی فکر یعنی بازی. ما حالا به لحاظ توان نظامی یا دفاعی یا ضعف یا هر چی محاصره رو نمی‌خواستیم چیکارش کنیم و فکرم نمی‌کردیم اینا بحران یا جدی بشه. در 40 روز گذشته طبق گزارش‌هایی که رسانه‌های دنیا دادن اینا یه بشکه نفت نتونسته ایران بفروشه و تنگی هرمز در واقع یه بومرنگی شده که برگشت تو صورت خودمون. شما فکر می‌کنید مثلا ما در موضع قدرتیم و اصلا چرا باید آتش بس، چرا باید اصلا تنگه رو باز می‌کردیم، چرا چیزای دیگه. این سری واقعیاتی تو کشور وجود داره. واقعیت اینه که ما هیچ چیز نظامی که بتونیم این محاصره رو بشکنیم نداریم. ما خودمون نبازیم، خودمون از درون نبازیم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ما مطلقا اصلا امکان انتقام گرفتن به لحاظ نظامی دفاعی الان نداریم، هیچی نداریم. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم، اینا رو چون مسئولین نمیگه من یه ذره شفافتر میگم به شما. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم که یک دفاع نامتقارن رو انجام بدیم. ما جنگنده‌ای نداریم که از اینجا بره تا آمریکا مثلا ترامپو بزنه بیاد. یا اصلا اون توان تکنولوژی رو نداریم. نه که انتقام آقا رو نمیتونیم بگیریم، انتقام آشخاص رو نتونستیم بگیریم. با توجه به این اگر کسی به شما بگه که آقا ما باید شعار بدیم تا انتقام آقا رو نگیریم، در واقع نباید جنگ تموم بشه. مثلا اون روایت غلطی دی شعار
اساسا سرکاری و الکی. حکومت کشور منو با سیاستاش به یه جنگی کشونده. الان که تو این جنگ گیر کرده. ببینید آقا بحث واضح آقای کلهرویی هم گفتن، تکمیل میکنم. خواهش میکنم حرفت کاملا درسته. اصلا من میگم حرف درست. آقای گلستانی خواهش قبول میکنم. آقا یعنی چی نگفته قبول میکنم؟ آخه اصلا میگم بالاخره تو اینجا کشیده شدیم ما به هر دلیل غلطی از طرف حکومت. میکنم یه لحظه. آقا من حرفم اینه، حکومت من با سیاست اشتباهش منو به این وضعیت رسونده. الان که اومده اینجا گیر کرده، حکومت و طرفدارای حکومت میگن نگاه کن اومده وطنو بزنه. خب پس تو هم باید چیز بکنی. آقا باشه داره وطنو میزنه، منم ناراحتم. منم از کشته شدن این عزیزا خیلی ناراحتم. من 5 متری خونمو زدن رفتم اونجا کمک تیکه تیکه جنازه داشتم در میآوردم از اونجا. خب تا 3 روز من دپرس بودم. ولی حرف من یه چیزه، نمیشه مردمتو فراموش بکنی. همون حرفی اون عزیزمون زد. خب اجازه بده لطفاً. نمیشه مردمتو فراموش بکنی بعد به خاطر سیاست اشتباهی تو که جنگ کشی شد تو داخل کشورت، خب بعد بیا یاد مردمت بیفتی. مردم این اومده ما رو بزنه، مردم این اومده. اتفاقا من الان طلبکارم که آقای جمهوری اسلامی اگر این اومده الان قرار زیر ساخت منو بزنه، اگر قرار بیا ستاره خلیج فارس بزنه، اگر قرار عسلویه رو بزنه، اگر به قول این آقا رفته ساختمان صدا و سیمایی زده که از اموال منه از قبل از انقلاب بوده، مقصرش تویی، چون تو تنشو کم نکردی. کربلا اینجاست، نگاه کن بنده خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم به قرآن باجی هر قایقی 500 600 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی 40 میلیاردی 50 میلیارد. آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمیزاد رفته.